خب امروز می‌خوایم 5 تا نکته که هنگام خرید لوازم یدکی حتما باید بهشون توجه کنید بهتون بگیم. این نکات رو جدی بگیرید، مخصوصا پنجمی که از همش مهمتره. اولین نکته که خیلی مهمه کیفیت قطعه است که باید بهش توجه کنید، چون هم طول عمر قطعتون بیشتر میشه و هم کارایی بهتری داره. نکته دوم قیمت محصولاته. همیشه قیمت‌های فروشگاه‌های معتبر رو با هم دیگه مقایسه کنید که مطمئن بشید پایین‌ترین قیمت رو تهیه می‌کنید. نکته سوم گارانتی قطعاته که حتما توجه داشته باشید. قطعه‌ای که می‌خرید گارانتی داشته باشه، یعنی اگر به مشکل خوردید به راحتی بتونید تعویضش کنید. نکته بعدی استاندارد قطعه است. یعنی اینکه هر قطعه‌ای که شما تهیه می‌کنید حتما باید فابریک ماشین خودتون باشه، نه اینکه واسه ماشین دیگه باشه و شبیهش باشه. آخرین و مهمترین نکته که باید همیشه بهش توجه داشته باشید اینه که نظرات و تجربیات مشتریای ما رو همیشه بخونید که مطمئن بشید قطعه‌ای که دارید تهیه می‌کنید ارزش خرید رو داره و ما رو هم فالو کنید. هر روز داخل استوریا نکاتی رو بهش اشاره می‌کنیم که توی خرید قطعات به شما کمک می‌کنه.